بالا میگیری؟ نه. شاتو چجوری؟ نه دستم این افه هست یا نیست؟ خب بریم. معرفی میکنی؟ نه دیگه. سلام و اینا؟ نداریم. یا نه؟ اوکی شما بریم 3 2 1 شما با طلاق موافقین؟ خب مسلما نه. چرا؟ نه چرا رو باید ببرین اون ور. شما با طلاق موافقین؟ خیر به هیچ وجه. چرا؟ خب به خاطر اینکه اولا چیز خوبی نیست. بریم. شما با طلاق موافقین؟ نه خیر. فکر میکنین چه چیزی باعث طلاق میشه؟ 2 1 شما با طلاق موافقین؟ نه خیر. چرا؟ سلام علیکم. سلام. شما با طلاق موافقین؟ نه. چرا؟ اصلا اینجوری رو باشه. اوکی 3 2 شما با طلاق موافقین؟ نه خیر. فکر میکنین چرا نه؟ نه. شما با طلاق موافقین؟ نه خیر. چرا نه؟ خب جدی نمیشه. آقا برین کنار. اوکی برم. شما با طلاق موافقین؟ نه خیر. چرا نه؟ چرا نه؟ نه این دیگه تموم. نه به من اینترویو کن. خیلی جدی. با هم باسیم مثلا. اوکی 3 2 1 بس برم. شما با طلاق موافقین؟ نه خیر. چرا نه؟ برین کنار. خب بریم 3 طلاق. شما با طلاق موافقین؟ نه مسلما که نه. چرا نه؟ به خاطر اینجا رو بگی کجا رو داری میگیری؟ ببین داشتم تمام می‌کردم. Last one off. زمین می‌سوزه. اوکی بریم. من که نمیافتم. چرا؟ خب بریم. اوکی 3 2 1 شما با طلاق موافقین؟ نه به هیچ وجه. چرا که نه؟ خب به خاطر اینکه شالوده زندگی به هم میخوره و اساس زندگی. شما با طلاق موافقین؟ نه خیر. چرا نه؟ خب اولا چیزی نیست که از جانب خدا باشه و مسلما تو زندگی هر کسی به وجود، البته بستگی داره که به چه حالتی به وجود اومده که اون طلاق انجام میشه، ولی در حالت کلیش خیر به هیچ عنوان. چراش هم به این خاطر که عرض کردم همین که از کلام خداوند بدوره، خاص و اراده خداوند نیست برای زندگی دو نفر و سیستم یک زندگی رو 100% به هم میریزه. فکر میکنین چه نتیجه منفی داره؟ برای کی؟ مثلا بعد از اینکه طلاق آدم میگیره نتیجه منفی. فکر میکنین چه نتیجه منفی داره وقتی آدم طلاق میگیره؟ من فکر میکنم که چند تا نتیجه منفی داره. یکیش اینه که اون حالت جدایی همیشه تو ذهن آدم هست و اون خاطرات خوش زندگی که تشکیل داده بوده یه جورایی بعدن برای آدم همیشه جنبه چجوری بگم حالتی به وجود میاد که طلاق چه نتیجه منفی میتونه داشته باشه؟ خب مهمترین مسئله اینه که برای اون اشخاص جنبه بسیار بسیار منفی داره. خب مسلماً چیز شادی نیست و مهمترین مسئله بعد از اون اینه که بر دیگران هم جنبه منفی خواهد داشت. یعنی اون اثر بدی که برای تو زندگی خود آدم به وجود میاد تو زندگی دیگران هم ممکنه که اثر بد رو داشته باشه و انتقالش بده به دیگران، یعنی اون انرژی منفی رو انتقال بده به دیگران. بله. چه عواملی فکر میکنیم باعث طلاق میشه؟ چیزی من فکر می‌کنم مهمترینش اینه که عدم تفاهم، یک، دو اختلاف فرهنگی.
اختلاف فرهنگی دو تا شخص که با هم تشکیل خانواده میدن و علت بعدیش میتونه همین، فکر میکنم این مهمترینش ایناست.